همینجور عزیز با شما نیهولی پاپایا را نشون میدم. اینو درخت خربوزه میفتن. برای چی درخت خربوزه؟ برای کی اوخی چینی خربوزه است. اینو ببینید. نمیدونم یک نیم کیلو وزن دارد. درختش در خونه من هست، لیکن میوهش مایده تر. نه چون که درختش میوه پیوندش همین سال است. mana ببینید درخت خربوزه. از این من پرسیدم، گفت که از این میوهش رو که ما کم میفروشیم کم میکنیم، خیلی گفت یک 100-200 دانه برای شما درختش رو یافته میتیم. این همون نرخی حال التماس کردیم میرو قیمت کرد. گشتر که التماس کردیم همون نرخی 60 سومانی تا دوشنبه بردم میرسونیم ارزون کردیم شه. در حقیقت اینو ببینید آخه از استعده من چین کنم برای شما معلوم شود. من این در داخل کپکه من در آمده دید. کلی من رو اکن حس کنید. در درون کپکه من 2 کیلو ایسا. من 1.5 کیلو گفتم. 2 کیلو میبرود می 2 کیلو میبرود. کنی پرسید خودش رو 1 کیلو çıkıyor mu? Yok, çıkar yani 1,5 2 1,5 kilo rahatlıkla. Ayakını 2 kilo mu? Ayakını 2 kilo. Ha, yakınım kilo mu gufta yine bile. Çünkü zaten ağır. Nero dar. Donaş رو من میدونم در بازار مهرگان و پیکر 60 سومون، لیکن این 100 سومون مثل و 60 سومون نمیامین. اینو ببینید چقدر کلون. پامیلا. همدور عزیز از این گفت 100-200 دانه میوام زیاد دانه نمیتونم تون گفت برای که ندارم گفت. من پامیلا زکس کنید. ما برای شما خدا خواهد میگویم که تکرار میکنم میبیاریم پامیلا.